هزاره سید، تاجک سید، پشتون سید، ازبک سید، بلوچ، ایماق، همی کلگی ما یک هندوهای ما که هنوز سید ندارن دیگه، کلگی سید سید سید. از قاط پا یک محمد، نیم مردم مسلمان سید. ای چطور شده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، برادران مسلمان و محترم، ما و شما میدانیم و خبر داریم که در قرآن مجید 114 سوره است و همه آن سوره های قرآن مجید هر کدامش به خود نام دارند: سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة إلى آخرها. پس سورة المنافقون و سورة الكافرون. در این سوره های مبارکه الله متعال تمام چیزهای خوب و ناخوب را به ما و شما معرفی کرده است و به ما و شما معرفی کرده است جهالت و ضلالت را، کفر و شرک و نفاق را، حتی انجام دهنده جهالت و ضلالت و کفر و نفاق را به ما و شما معرفی و شناسا کرده است و خصوصا به نام منافقها و کافرها سوره نازل و روان کرده است، یعنی سوره المنافقون و سوره الکافرون، سوره منافقها و سوره کافرها. پس برادران مسلمان و محترم، ما و شما به تمام شماره نفسهای خود و تمام شب روز الله عظیم و بزرگوار ما را حمد و ستایش کنیم، یعنی الحمدلله رب العالمین گوییم و 100% شب روز عمل صالح کنیم. باز هم حمد و شکر و ستایش الله رحیم را به آنچه لایق و سزاوار اوست به جای نیاوردیم. ما و شما به نعمتهای الله کریم نظر اعتبار کنیم. ما و شما این نعمتهای الله تعالی را به حساب و شمار رسانیدن نمیتوانیم. در اول این را در نظر گیریم که ما و شما را رب العالمین انسان خلق کرد، نه حیوان مثل گاو، خر، سگ، خوک و هر چیز را در زمین برای ما و شما خلق کرد. چنانچه در سوره بقره الله تعالی گفته است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: والذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. آیت 29. اوست، یعنی الله که آفرید برای شما آن چیزهایی را که در زمین است همه یک جا، یعنی همه چیز الله که در روی زمین آفریده است برای ما و شماست. قتاده در تفسیر این آیت در تفسیر طبری گفته است: والله سخر لكم ما فی الارض. والله سخر لكم ما فی الارض. اینجا خلق را به معنای سخر تفسیر کرده است قتاده، یعنی الله مستخر گردانیده است برای شما آن چیزهایی را که در زمینند. و ابن جوزی در تفسیرش گفته است در تحت این آیت: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ای لاجلكم فبعض للانتفاع و بعض للاعتبار. ابن جوزی گفته است که آفرید است الله برای شما آن چیزهای در زمین است، یعنی بعضیش برای به کار بردن، برای استفاده بردن، و بعضیش برای استدلال برای توحید الله تعالی، یعنی مخلوقات الله تعالی را در روی این زمین میبینیم، با آنها استدلال میکنیم که الله بزرگ ما خالق است، قادر است بر آفریدن هر چیز، علیم است بر هر چیز، رازق است بر هر چیز زنده، رحیم است بر هر چیز و غیره. گفتیم که الله مهربان ما را انسان خلق کرد، نه حیوان، و همه چیزهای روی زمین را برای ما خلق کرد. و دیگر مهربانیش این است که برای هدایت و راهنمایی ما پیغمبران روان کرد و ما انسانها را مکرم و مشرف گردانید بر بسیاری از مخلوقاتش، چنانکه که در سوره اسراء در آیت 70 گفته است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. و هر آنها بزرگ داشتیم فرزندان آدم را و برداشتیم ویها را در بیابان و دریاها و روزی دادیم ویها را از پاکیزه ها و فضل دادیم ویها را بر بسیاری از آنچه آفریدیم فضل دادنی. یعنی این آیت 70 سوره اسراء بیانگر کرم و احسانهای الهی بر بندگان است که کسی نمیتواند مقدار و اندازه آن کرم و احسانهای الله تعالی را حساب کند، چرا که الله تعالی بندگانش را به صورتهای گوناگون مورد تکریم و احترام و گرامی قرار داده است. پس آنها را با علم و عقل و با فرستادن پیامبران و کتابهای آسمانی احترام و گرامی داشته است
و از آنان اولیاء و صالحین و برگزیدگان قرار داده است و نعمتهای ظاهری و باطنی را به آن بندگان بخشیده است. و حملناهم فی البر، و آنها را یعنی فرزندان آدم را در خشکی بر مرکبها که عبارتند از اشتر و خچیر و خر و ماشین های سواری حمل و سوارشان کردیم. و البحر و حملناهم فی البر و البحر، و البحر و در دریاها و کشتی ها و اینها را حمل و سوار کردیم. و رزقناهم من الطیبات، و خوردنی ها و نوشیدنی ها و پوشاک و همسران پاکیزه را رزق و روزیشان گردانیدیم. و هیچ چیزی پاکیزه نیست که فرزند آدم به آن نیاز داشته باشد مگر اینکه الله تعالی به آنها ارزانی نمود و آنها را به آن گرامی و احترام کرد و استفاده بردن را برای ویها از آن چیزهای حلال و پاکیزه آسان کرده است. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقناهم تفضیلا، و فرزندان آدم را بر بسیار از مخلوقات خود افضلیت و برتری دادیم. برادران و خواهران محترم، آیا ما و شما حمد و شکر و ستایش الله بزرگ را در عوض این نعمتهایش به جا آورده می توانیم؟ و دیگر از مهربانی الله مهربان این است که به توسط کتابهایش و پیغمبرهایش برای ما و شما دشمنان خودش را و دشمنان دینش را و دشمنان پیامبرانش را و دشمنان بنده های مؤمنش را معرفی و شناسا کرد. و آن دشمنان را زیاده از 1400 سال پیش در کتابش یعنی در قرآن پاکش به ما بندگانش معرفی کرد. خصوصا در سوره منافقون منافقها را به ما معرفی کرد و کافرها را در سوره کافرون. می رویم به طرف سوره منافقها، سوره 63 با آیت اول. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. چون بیاین پیش تو منافقان گوین گواهی میدیم که تو پیغمبر الله هستی و الله میدونه که تو پیغمبر او یعنی پیغمبر الله هستی و الله گواهی میده که منافقان دروغگویند. یعنی وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمد و اسلام در آن شهر مدینه گسترش یافت و قدرت گرفت، افراد یعنی کسانی بودند از اهالی مدینه از قبیله اوس و خزرج به ظاهر خود را مؤمن نشان میدادند و در قلب و باطن کافر بودند. آن منافقها برای آنکه مقام و عزت و مرتبهشان و خون و اموالشان محفوظ و در امان مانند چنین میکردند. پس الله تعالی صفتهایشان را بیان کرد که با آن صفتها شناخته میشوند تا که بندگان صالح و با ایمان ویها را بشناسند با آن صفتها و از شر و شرور ویها احتیاط و حذر کنند. پس گفت الله سبحانه در اول این سوره منافقون و پیغمبرمان وقتی که منافقان نزد تو آیند و دروغ میگویند نشهد انک لرسول الله، ما گواهی میدیم که تو پیغمبر الله هستی. این گواهی دادن منافقان به صورت دروغ و نفاق است. والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. و چون الله میداند که تو پیغمبر الله هستی و الله گواهی میدهد که منافقان در گفته و خبرشان دروغگویند و آنان حقیقتا باور ندارند که محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله است. و این آیت را از سوره منافقان اینجا خوانده بیان کردیم به این خاطر که یک کافر ملحد و منافق صورت و حرامی در یوتیوب نمایش برآمد به نام شفیع اجار افغانی. این سگ بچه یهود و چوجه لینین بسیار به چهره شیطانی خودش را نشان داد و تهمت زد به پیغمبر و نسب و اولادش و همچنین به خود پیغمبرمان طعن زد و چی تهمت‌های در حقش کرد که من آن کلمه های خبیث و پلید او را به زبان آوردن نمیتوانم و میخواهم از زبان نجس و پلید و حرامی خودش بشنوید. هزاره، سید، تاجک، سید، پشتون، سید، ازبک، سید، بلوچ، ایماق، همی کلگی ما یک هندوهای ما کنو سید ندارن دیگه، کلگی سید سید سید. از قاط پا یک محمد نیم مردم مسلمان سید. این چطور شده؟ و محمد که حتی اولادش از خود نداشته و چند اولاد که بود از دو شوهر اول خدیجه بود. محمد با تمام زنایی که یک جایش به اثنای خدیجه که میگیم اولاد داشت، دیگه یکیش اولاد نداشته. دو زن از محمد صاحب اولاد شده. یکی ماریا، یا حداقل فکر میکنیم که یک برده بود، یک کنیز، او را که در آن رایی کردن از مصر تا پیش محمد
صدا آمد که یک جای شد آمله آمد و دیگه خدیجه که از 2 شوهر اول داشت، دیگه با همه زنایی که یک جای شده محمد اولاد نداشته. پس ممکن نیست. خب بیا فکر کنیم که محمد تخمش کار میداد، خب از 1 نفر نیم دنیای اسلام خود نمیتونه که سید شوه. خیلی چطور شد؟ سید چطور شد؟ بین مولای صاحب شما همی گپتانه بزنین که همین مردم شاید گپ شما را خوبتر بفهمن. الليلة الأولى تقضيها عند السيد وبعدين يعطونها إلى زوجها، وأنها إذا حبلت وجاءت بولد فيسمونه السيد ويعتبرون ذلك من أعظم البركة. ای آقا میگه وقتی یک خانم عروسی میکنه بسیار بهتره که شو اولش به شوهرش ندیم. شو اولش به یک آقای سید بتیم، سید شفیع، سید جان محمد، سید آقا، برای یک سید بتیم. چرا مولای صاحب ما ای کار کنیم که زنه که امشب عروسیش است از ما ایره بتم برای آقای سید؟ باز اولادایش متبرک میه، اولادایش متبرک میه. اینال ای اولاد تو که سید شد، ای که یک روز به خدا دعا کرد که پدر مرا جنت ببره مادر مرا، باز خدا به حساب از که ای سید است، اولاده پیغمبر است، تو ره کراز جنت میبره. ساعتت بسیار تیر میباشه، در بدل 1 شو زنت دادی برای سید، فکر کن که تو تمام زندگی در دنیا ساعتت تیر میباشه. ای امروز شاید قدر قابل قبول نباشه، ما میالیم در اطراف افغانستان برتان میگم که این کار جریان داره. اما اگر 500 سال عقب بریم، اگر بخصوص 1000 سال عقب بریم، 1200 سال پیش بریم که عربا با حیث چپاولگر می آمدن و زنت تو وقت نداشتی که زنت هم خوابگی کنی، به خاطر او که سر زن دست میموند، مال تو به اساس قرآن آیت 24 سوره نساء بکشن بخوانین که زن کفار بدون نکاح از شماست. زن تو میشد زن از اون نفر. این نفر عرب کت زن تو خو میشد، کت دختر تو خو میشد، کت اشتکک های خوردت خو میشد. خمینی اگه یادتان باشه نوشته کرده بود که حتی با دختره که 1 سالام میتونیم ما رابطه جنسی برقرار کنیم، انترکورس یا زفاف نمیتونیم که تفلک نه همارا زیر پایتان. ما خب مسلمان هستیم، ترحم داریم. تنها در رانکایش بسیار ببخشین امیر رقم گفته در رانکایش میتونین بشقین که ساعت شما هم تیشه و تفلک هم نماره که باز کار بته برتان، نه که دیرتر اگه مرد باز خلاص میشه از گیرتان. اینال به این ترتیب مادر کلانای ما شما 1200 سال پیش 1300 سال پیش مورد تجاوزگرای عرب قرار گرفتن. ایتو 1-2 تا زن نیکار نشد در سرش، بلکه سر میلیون ها زن. حتی اینمی مردم اسپانیای امروز که است، نیم از اینام سید هستن. با سید یعنی که خون عرب داری، مانایش نیست که اولاده پیغمبر هستی. او وقت که عربا آمدن زور داشتن و زن مردم مال مردم هم میگرفت، کلگی برش تسلیم بود. اینال اینی عربا میشدن سردار آقا، چون عرب بودن اولاده رسول خدا هستن. خیره که زنت گرفتن، خیره که دخترت گرفتن، اولاده رسول خداست. او بچه با محمد رابطه داره، ای بر از او دنیای کار میته. با اینی ترتیب اینا زنای مردم گرفتن به زور دفعه اول، اما بعداً که تسلط عرب کم شد باز اینا در عقیده مردم بازی کردن. باز تنها عربا نبود، کسایی که در خودی کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان و کشورهای اسلامی بودن یاد فکر شدن که والا ما قال از سید هستیم، ما هم از قاط پای عربا هستیم، بیا که ما هم کار کنیم. باز این زن ازوره بگی زن ازوره تا امروز سید شده. این سید مانایش نیست که اولاده پیغمبر اگه باشه مخزو که در بسیار شرم کلان نیست، چرا محمد یک دوست شفاولگر بسیار یک انسان پست رزیل بود. اما ما شما از قاط پای تجاوزگرای عرب سید شدیم.
تا امروز هم سید سازی در کشورهای ما وجود داره. این حرامی، لوطی و نجس که مادرهای اینها و زنهایشان مشترکه می باشند برای مردهای زانی و حرامی، و اینها که از این رقم خانه های پلید و حرام به دنیا می آیند، پس خودشان سگ بچه های یهود شده و اینها را بالایشان هر کار را می خواهند می کنند و اینها را مثل زنهای فاحشه استعمال و استفاده می برند و در وجود اینها هیچ مردانگی باقی نمی ماند. اینها تبدیل شدند به زنهای فاحشه اول درجه و در اینها صفت انسانی وجود ندارد. این شفیع عیار به گفته خود مردم افغانستان مردگاه می باشد، یعنی دیوس. پس این رقم مردم هر چی خواهند می گویند و بسیار وقتا خودشان نمی دانند چی گفتن دارند و مثل خر هنگ و صدا می زنند و حالا در حالت هنگ زدن و صدا زدن به اختیار خودشان نیستند و اینها خودشان مشترک و مادرهایشان مشترکه می باشند و زنها و دخترها و پسرهایشان مشترکند. مشترک چی معنا دارد؟ یعنی زن یا مردی که هر کسی که خواهد بر او بالا می شود، یعنی سوار می شود. کسی باشد به او مشترک فرق ندارد. یعنی زن فاحشه یا لوطی را روز 3 کس یا 4 کس همراهشان کار فحش را انجام می دهند. این مشترک شفیع عیار حرامی فرق نمی کند بین بیگانه و مادر و خواهر و خاله و عمه، همه با او یکسان است، به خاطر که این حلال و حرام را اسلام جدا می کند و به ما و شما نشان می دهد. وقتی که انسان به دین اسلام ایمان نداشته باشد، به او دیگر همه حرام ها حلال است نزدش. بیگانه و زن و خواهر و مادر و خاله و عمه، همه اینها نزدش یک چیز و حلال است. این شفیع عیار افغانی پغبانی حرامی حرام را نه قبول دارد و نه میشناسد. این حلال حرام را الله و پیغمبر به ما مسلمان ها نشان دادند. پس مسلمان ها از حلال استفاده کرده و از حرام خودداری و حذر میکنند. و این کافر ملحد شفیع عیار نه ایمان به الله دارد و نه به دین و نه به رسول الله. در نزد این همه چیزها حلال است، چه خواهر باشد چه زن. این کافر ملحد نه الله را قبول دارد و نه پیغمبرهایش را و نه گپ عالم را قبول دارد، فقط قبول دارد وسوسه شیطان و وسوسه نفسش را. پیشتر گفتیم این رقم مردم را مردم افغانستان مردگاه میگویند. برای همین این شفیع عیار مردگاه جاهل حرامی است. یگان عالم به این مناظره نمی کند، به خاطر که نه دلیل را گوش میکند که فهمد و نه منطق را. در اصل این احساس ندارد. و ما مسلمان ها الله سبحانه پیشتر از 1400 سال خبر داده است که این کافرها و مشرکها و ملحدا و منافقهای اعتقادی فهم ندارند و نمیفهمند. در قلبهای ویها نقص است و در چشمهای ویها نقص است و در گوشهای ویها نقص است. ویها مثل حیوانند، بلکه از حیوان چارپای گمراهترند و ویها بیخبرانند و جاهلانند. الله سبحانه در سوره اعراف در آیه 179 گفته است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. و هر آن آفریدیم برای دوزخ بسیار از جنیان و آدمیان را، و ویها راست دلها که نمیفهمند به آن، و ویها را چشم هاست که نمیبینند به آن، و ویها را گوش هاست که نمیشنوند به آن. ویها مانند چارپایانند، بلکه ویها گمراهترند، ویها بیخبرانند. یعنی الله متعال در این آیت بیان کرد که گمراهان و پیروان شیطان زیاد هستند. پس گفت و برای جهنم تعداد زیادی از جنها و انسانها را خلق کردیم و منتشر کردیم که حیوانات از آنها بهترند. آنها دلهایی دارند که با آنها نمیفهمند، یعنی آگاهی و دانش به دلهایشان راه نمییابد. و چشمهایی دارند که با آنها چیزهایی را که به سود و فایدهشان باشد نمیبینند. و گوشهایی دارند که با آنها نمیشنوند، شنیدن که معنا و مفهوم آن در دلهایشان جای گیرد. کسانی که دارای این صفتهای زشت هستند مانند چارپایانی هستند که عقل ندارند، زیرا آنچه را که فانی است بر آنچه باقی ماند ترجیح میدهند.
پس عقل را از دست دادند، بلکه از چارپایان و حیوانات گمراهترند، زیرا چارپایان در برابر هدفی که برای آن آفریده شده‌اند حرکت می‌کنند و ویها بیخبرانند و از مفیدترین و فایده‌ناکترین چیزها غافل مانده‌اند، در حالی که به آنها دل و چشم و گوش داده شده است تا از آنان برای انجام دادن دستورات و احکام الله استفاده کنند، اما از اینها بر ضد احکام الله استفاده کردند. و برادران، این شفیع عیار گاه الله و پیغمبر گفته خودش را مسلمان نشان می‌دهد در مقابل مخالفش، ولی در حقیقت زندیق و ملحد است. یک بار در آینه به چشم اعتبار و عبرت نظر نمی کند و خودش را سوال کند که ای شفیع عیار خبیث پلید، تو از کجا به دنیا آمدی و برای چی آمدی و از دنیا برای چی خارج شده می روی؟ نه در آمدنت اختیار داشتی و نه در رفتنت اختیار داری. و این اعضاهای تو را کی به تو مفت داد؟ تن، جان، دست و پای و گوش و چشم و دهان و غیره. آیا این اعضاها را به تو پدر و مادرت داد؟ نه. آیا ملت به تو داد؟ نه. آیا حکومت یا دولت به تو داد؟ نه. پس کی داد به تو؟ الله بزرگ داد. پس برای تو پیغمبر روان کرد و به او کتاب داد که با آن کتاب این انسانها را راهنمایی کن. پس در آن کتاب راه هدایت و ضلالت را بیان کرد و به تو اختیار داد که کدام راهش را اختیار میکنی. ای شفیع عیار و کفر تیار پغمانی، پس تو راه ضلالت را تا حال اختیار کردی و شیطان گمراه را برای خود پیشوا گرفتی و الله قهار و دین و رسولانش را استهزا و مسخره کردی و آخر روز میموری و دنیا را پدرود و الله حافظی میکنی. همان ذاتی که تو را آورد پس همان ذات تو را میبرد. یک بار متوجه خود نشدی که من کی هستم؟ یک مخلوق عاجز و محتاج و بیچاره و ضعیف. ولی یک بار هم فکر نکردی که اینقدر عاجزی و بیچارگیم به پروردگار عالم و خالق عالم و مالک عالم استهزا و مسخره دارم. آیا یک بار همین توجه را نکردی؟ حاضر هم همین حیاتی که برای تو باقی مانده است غنیمت است. توبه کن و از الله بزرگ بترس، وگرنه تو اگر به همین راه باطل و شیطانیت ادامه دهی جز پشیمانی و هلاکت رسواگی برای تو نیست. و کسی را گمراه کردن نمیتوانی. هدایت گمراهی حق الله است. ما فقط فعلا به الله عظیم دعا میکنیم که اولا تو را هدایت کند جنت روی، و اگر لایق هدایت نباشی دعا میکنیم که تو را الله صبور و سختترین درد و مرگ حراکت کند. آمین. برادران مسلمان، همتون همین دعا را در حق همین مسخره کننده الله و رسولش بکنید. ان شاء الله به خیرش باشد یا به شرش دیر دوام